تمام بینندگان گرامی، گرچنده که روزهای اخیر در شبکه‌های تلویزیونی تاجیکستان، سامانه‌های اینترنتی، سامانه‌های رسمی خبر در مورد به قید گرفتن نشدن کرونا ویروس در تاجیکستان پخش شده است و از مردم خواهش کرده استادند که به واهمه باور نکنند، به تهلکه نیفتند. به هر حال مردم به تهلکه داده شدند و حالا باشد در بازار مرگان ازدحام مردم جمع شدند. از همه بیشتر ارد و روغن خریده ایستادند و گفت بعضی از خریداران گویا که سرحدها محکم شده باشند و ارد نمیمونده باشد، از این لحاظ آنها بیشتر ارد ذخیره کرده ایستادند، لیکن اکثر مردم به این واهمه باور ندارند. برای چی شما سه لینچه آب خریدید؟ مردم واهمه چیه نمیدونم شدن. ما 5 کیلو روغن گرفتم تمام. 20 لینچه آب خریده؟ ما یک تا گرفتیم فقط. ما ایتالیا باوری ندارم. نه خدا خودش نگه داره. درست میگم ما ایتالیا ما باوری ندارم. شما برای چی خیلی نوبت ایستادگی؟ برای ارد. تا امروز یعنی 5 مارس سال 2020 در جمهوری تاجیکستان بیماری کروناویروس و نشانه‌های حتی با آن مانند به قید گرفته نشده است. این مسئله کروناویروس هر لحظه علیه زیر نظارت قرار دارد و این تهلکه‌ای که امروز جامعه ما را فرا گرفته است اساسی واقعی ندارد. بار دیگر مراجعت میکنم به مردم کشورمون که به این آوازه ها باور نکنند. کروناویروس در تاجیکستان به قید گرفته نشده است. در این سمت کارهای زیادی انجام داده ایستاده است و اون کارهایی که مثلا امروز علاقه چاره‌های پیشگیری که عملی شده ایستاده است، اینها تنها به خاطر پیشگیری از بیماری کروناویروس. این بارای قطروی، بارای هوایی یکی از راه‌های گزارش این بیماری است. از شهر اوخانی مضافات خوبه جمهوری مردمی چین که اونجا منبع اساسی پنجشنبه این بیماری از آنجا بود، از آنجا نیز دانشجویان ما به تاجیکستان برگردانده شدند، آنها نیز به کرانتین فرا گرفته شدند و خوشبختانه بعد از تشخیص 14 روزه معاین گردید که در آنها نیز این بیماری آشکار کرده نشد. این اوضاع مش دروغه پاجون. که مردم از 2 روز است که همین ذخیره کرده استادند، ارد بسیار گرفته استادند. اگه مردم چه گم تاجیک ما همین ای که یک کم تر باشه بعد سر میکنه. اما آوازای دروغ و باور میکنن. این باور کردن در کار نیست پاجون. با آلوس سپردن در کار. چرا مردم اینقدر ارد بسیار خریده استادند؟ نمیدونم برای چیه که مردم آیا با آوازه باور داشته باشند؟ نمیدونم. اگه اون گپ هست شنیدن و خیلی کم برای ارد هم جز ارشاد ایستادگی. چند لینچه ارد نیت دارید خریدن؟ یک تا؟ یک تن دریا کنیم شگر راست میگم چی در کار های ای اوضاع که ای کسل اینه و ایو بابسته به خدای توله راه میگردیم و چی را میگردیم و هر چی را نمیگردیم. ما مسلمان باشن بابسته به خدای توله راه میگردن و چی را میگردن بو نباید یا جوگه شدن از دیگر بزرگ مگزین ارد تموم شده اینجا اومدیم. برای چی تموم شده باشه با فکر شما؟ نمیدونم مردم وای میکنن. برای چی؟ هست. نه خونوا چی خیل؟ نه خونوا ساز یاست نواتسون. اویلا تیجی صدرنگ زندگی با سامانه ما ابونه شدن رو فراموش نسازید.